بچه چطوری؟ بریم آموزش گره کراوات پرنس آلبرتو بهتون یاد بدم. خب ببینید قسمت باریک رو میارید روی دکمه دوم پیراهنتون و از زیر رد میکنید. قسمت پهنم از رو رد میکنید. توجه به دستای من داشته باشید. اینجا میشه یه گره. هر چقدر محکمتر باشه گرهتون قلمی تر میشه. خب دو تا انگشت رو میذارید روی گره و دو دور قسمت پهن رو از روش رد میکنید. حالا قسمت پهن رو دوباره از زیر رد میکنید. قشنگ توجه به انگشتای من داشته باشید. خب حالا قسمت باریک رو کامل میکشید که بیاد بالا. در آخر چیکار میکنید که شیک به نظر بیاد؟ اینو کامل میارید و اینجا رو میکشید بالا به همین راحتی.